سلام و درود دوستان عزیز، این برنامه نوبتی میآموزیم است که ما میخواهیم اطراف طرز نواختن اسباب موسیقی خیلی معمول بین جوانان و عموما بین نفرانی که با ژانر استرادی مشغول هستند برابر تهیه نماییم، پیشنهادتان سازیم. من یک قسمتی خیلی کوتاه که ضربی رو اجرا نمودم، یعنی آهنگ خیلی ساده ترین بود و حالا باشد نفری رو به اینجا دعوت میکنیم که نواختن همین آهنگ رو، همین ضرب رو به ما آموزانید. پرویز نعمتوف. سلام و درود. مرحمت نشینید. عزیزان مرحمت، شناس شوید این نفر پرویز نعمتوف، دانشجوی بخش اولی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستارов و باید بگویم که همچنین اشتراکدار آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من غالب تا دور شهری حسابیده میشن و محض همون برآمده که در دور شهری اجرا نمودن به ما الهام بخشید تا همین برنامه رو تهیه نماییم. باری دیگر سلام علیکم. سلام علیکم. از کی نواختن اسباب‌های ضربی را آموخته ای؟ اسباب‌های ضربی را حتی در خاطر ندارم که همین اسباب‌ها کی آموختگی اما. یعنی تا اون وقتی که خود را شناختی الکی این اسباب‌ها را شناختی؟ میشناختم البته. بهترین. و باید قید نماییم که اینچنین امروز در کنسرواتوری نیز از روی اسباب‌های ضربی سبق گرفته ایستاده است، یعنی الکی از عهده نواختن تمام اسباب‌های ضربی برآمده میتواند گوییم هم خطا نمیکنیم. خیلی البته. خب بیا همون قسمتی که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نواخته ای کمی باشد هم منظوری بیننده میگردانیم، پس آن برنامه را ادامه میدیم. میتوانی جایی که اوج گرفتی کو، یعنی با همین اسباب برابر نوازی برای ما؟ البته. تشکر پرویز. وقتی که نواختی من کمی اهمیت دادم به حرکت های دست، به حرکت پا و باور داری که در دوام یک ساعت من میتوانم کمی باشد هم با همین اسباب شناس شم و اینچنین طرز نواختنش را آموزم؟ البته میشود و کوشش هم میکنیم. اول شناس نما این اسباب خیلی زمانوی ولی در این برابر خیلی قدیمه رو، زیرا ما وقتی کمی جستجو کردیم معین نمودیم که در عصرهای 11 و 13 علاقه خیلی رایج بود، معمول بود. این در عموم برابر می باشد و به خود خاص قسم‌های علاوه دارد و نام دارد این قسمت ها. البته این خیخت، این رباچی برابر یعنی نقاره کوری، تریلکه کرش یعنی لحنی طرف چپ، مالی توم نقاره خورد، سردنی توم نقاره میانه، نقاره کلان، تریلکه راید، نقاره لحنی راست، طرفی راست، لحنی طرفی راست. بس باش که این نقاره نوازش با پای، یعنی از همه کلانترین نقاره البته که در زمین جایگیر کرده شده است. خب تشکر. علاقه شناس هم شدیم با این
اسباب‌ها با این قسمت‌ها و اکنون آن ریتم اولینی که آن موسیقی آن ضرب اولینی که به شما می‌آموزند وقتی می‌خواهید شناس شوید آموزید همون را به ما نیز آموزان. معنیش البته این را با طریق شماریدن آموزیم و چی آموختنش آسان‌تر می‌شود. البته خب خیلی یعنی لحنی با پای اداره کرده را تا 4 حساب میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 و این 4 ضربه که در خیخیت یعنی لحنی با پای اداره کننده در 3 باشد نقاره کاری را استفاده میبریم. و در 1 باشد نقاره کلان یعنی بس باشکه رو هم علاوه میکنیم. یعنی در ضرب یکم وقتی که ما خیخیت را ضرب میزنیم الکی نقاره کلان رو استفاده میکنیم. با پای ضرب میزنیم 1 2 3 4. وقتی که این نوازش رو ما آموختیم بعد نقاره ها رو 4 مراتبگی ضرب میزنیم. این البته درس سیوم میشود. الکی در سیوم میشود. و امروز اگر من کوشش کنم امید داریم که تا درس سیوم میآموزیم. البته تا اینکه حداقل کمی فهمه باشد برای ما در برابر اونی که شناسایی پیدا کردیم. خب حالا دوستان عزیز من کوشش میکنم نوازش اول رو آموزم، ضرب اول رو یعنی چه خیلی که پرویز حالا به ما و شما نشان داد. همین خیلی باید پای هایم رو مونم. البته خیلی به نقاره کلان این خیلی. البته ولی وقتی چی ضرب زدن دیدم که فقط این هم خیلی می ایستاده با یعنی نوگی پای البته با نوگی پای زدی تا اینکه صدا بلندتر برای. خب حالا من کوشش میکنم که به یاد آرم 4 مراتبه. و دیگر اسباب ها را نیز اکنون به این علاوه کردن در کار، جور کردن در کار. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اکنون الکی این رو نقاره کلان رو نقاره کلان رو در ضرب یکم. همین خیلی توانستم. ولی حالا نه اونقدر به خود باوری دارم از سبب همین صدای نقاره کلان پستر برآمده ایستاده است و فکر میکنم وقتی انسان همین عملها را تکرار میکند الکی دستانش هم عادت میکند شنواییش هم خوبتر میشود. البته باید من در اول یک چیز رو قید کنم بود فراموش کردم یعنی داشتن چوپا. البته چوپا را با یکم و دوم انگشت انگشتی اشاره و انگشتی بزرگ همین البته داریم. با این محکم می‌داریم بعد سه انگشتی دیگر هم تو می‌ایستد چی آهسته می‌ایستد. یعنی سخت نمی‌داریم. البته سخت حالا من سخت داشتم. خب انا این خیر البته کنی و برابان بیشتر جوانان توجه دارند. برابان باشد در موسیقی استرادی تاجیک و جهان باشد سر استفاده شونده می باشد. و ما فهمیدیم که این رو خیلی پیش هنوز که خردسال بودی طرز نواختنش رو آموختی ولی از کی نپرسیدم اینش رو؟ البته اولین استاد من پدرم می باشم که اصلا خردی آموختنش رو آموزاندن. و در عائله بغیر از پدر باز نفری هستن صنعتکار؟ البته برادرم. یعنی گویم میتوانم که این هنر برایت میراثی است. البته از پدر گذشتن و بابای تو هم همین خیلی
نوازنده بودند؟ بابایم نوازنده نبودند، صنعتکارم نبودند. یعنی فقط پدرتان؟ پدرم. خیلی خوب. و کمی از جریان آمادگی به آزمون میگفتی که کی تو رو آماده کرد و یا خود کی پیشنهاد کرد که همین اسباب رو نوازی؟ و آزمون برآمدن من البته این انسامبلی درخشانی نوحی بابا جان غفوروف البته پیشنهاد کردن و برای این اثرها رو چی کردنی من اجرا کردنی من البته استادانم کمک کردن. کی ها؟ اولین شخصی که مرا به آزمون چی هدایت کردن البته پدرم می باشن. بعد استادم نبی جان بابایوف و بعد استاد جوربک عمر نیز دستگیری کردند که ما به آزمون برآمدیم اشتراک کردیم. یعنی بله درست است و باید بگیم که حالا نیز ما در استودیوی کنسرواتوریای ملی قرار داریم که در اینجا انسامبل کنسرواتوریا اصلا درس میگذارند و یا آهنگ ها تهیه می نمایند. میدونید در بسیار حالت ها دیده وقتی اولی نوازش انا این عمل رو اجرا میکنند، ضرب رو میزنند. چرا؟ البته این برای که گوشرس میکند که موسیقی آغاز میشود. برای آغاز شدن همین چی موسیقی همین رو بسیار استفاده میبرند و ما حالا هم میتونیم این رو اجرا کنیم. البته کمی حداقل مانند شد. خطاهای هم در چی بود؟ سراسیمه شدن. خطاهای البته سراسیمه شده. باید این رو در وقت نوازش آزاد خودتان رو حس کنید. البته نوازنده که نیستیم و باری اول ما در سر این اسباب نشستیم برای نواختنش اینقدر معلومات رو اینقدر عمل رو در یک جایگی هضم نمودن، یعنی کارکرد کردن برای عصب هم دشوارتر است. یعنی این 3 درس اول بودن. البته این را باید زودتر اجرا کنیم و یا آهسته تر؟ البته آهسته تر اجرا کنید، مستحکم به خاطرتان میماند. و وقتی که علاقه مستحکم میشد پس اون ما زودتر اجرا میکنیم. البته اول که همین سست اجرا میکنید در وقتی چه نوازش های تیز به یگان خطاگی اجرا کردنتان آسان میشه. برای پر آموختنش چقدر وقت طلب کرده می شود؟ برای پر آموختنش از خودی همون نفری که آموخته می خواهد از همون وابسته. یعنی از خواهش و ذوقش و کوششش. البته. خب تقریبا چقدر اگر خواهش و ذوقش خوب باشد و مثل من؟ خوب باشد خیلی 1 ماه. 1 ماه بسنده است. خیلی نقد زیاد میگیرد. و حالا که ما از روی حساب و کتاب آموخته ایستاده‌ایم، عموما پس از آنه که ما همین عملها رو همین عملهای عادی‌ترینی برابر رو مثلا یاد میگیریم، وقتی یک موسیقی رو میگذارند و کوشش میکنیم که به همون موسیقی مانند موسیقی یک آفرین نوازش اجرا کنیم، 1 ماه کفایه است برای ما؟ میتوانیم پس از 1 ماه یک موسیقی شاید ساده ترین رو شنویم و پس از آن همون رو اجرا کنیم؟ دشوار است، لیکن اگر چی ناز آموزیم ممکن که نوازیم. تشکر. پرویز، ما برای همین قدر موسیقی رو نواختن، همین قدر ضرب زدن، ضرب‌های ساده بود، همش رو قریب استفاده کردیم به غیر از همین لحنی طرف چپ. چرا؟ برای که این لحنی طرف راست و طرف چپ قریب که مانندی دارد، به جای این باید نوازیده میشد، به جای این نوازیده میشد. یعنی یک وظیفه رو اجرا میکنند. در آخر ما میتونیم خب فهمم. و ما که اینقدر عمل رو آموختیم ولی اون عمل هایی که اون ضرب هایی که در
انا همین اسباب نواختن ممکن است خیلی زیادند. البته بسیار. ولی من باور دارم که اینها رو نمیتوانم آموزم، ولی تو میتونی برای ما نشان دهی. آن عملی که من اجرا میکنم بسیارتر در ارکستر اجرا کرده می شود. عجیب، یعنی ضرب نزدی، تنها همیشه آهسته از دو طرفی نقاره کاری چوب ها رو آوردی و باز بردی. خب از جاز گفتیم، از راک گفتیم، باز با اسباب برابند کدام ژانرها رو ما نواخته میتوانیم؟ در حاضر وقت باشد در تمام ژانرها اسباب برابند را علاوه کرده ایستاده‌ام. میتونیم بگیم که حتی در شش مقام و یا فلک. در فلک بله، چون که آنجا اسباب ضربی هست. در شش مقام هم نیز کمتر چی کرده است، علاوه کرده ایستاده‌ام. در ژانر جاز نیز این خیلی داشتنی چوب‌ها معمول است. یعنی سر استفاده است. سر استفاده است. خب. ژانر جاز که گفتی و با دیگر نمود همین چوب را داشتید، یک چیز دیگر در یادم زد که انا این خیلی استفاده میکنند برای بانوازان در بین موسیقی ها. این یک عمل آرایشی است. این را بسیار برای بانوازان نیز استفاده میبرند، البته برای جلب کردن توجهی شنونده مردم. بهترین. و چون ژانر جاز را نواختی، آن ضربه که ما حالا اجرا کردیم با کدام ژانر تعلق داشت؟ آن ضربه که شما اجرا کردید این ژانر راک می باشد و راک داخل می شود. خب سپاس. تشکر میگویم برایت و خوانش خوب و عالی رو تمنا میکنیم. باور داریم که در سالهای من بعد حتما که غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من میگردی با این قدر ذوق و شوقی که داری نسبت به اسباب‌های ضربی. به شما نیز تشکر که مرا به این برنامه دعوت کردید. تشکر. خب دوستان عزیز، اینجا برنامه نوبتی میآموزیم که اطراف نواختن اسباب برابند بود تهیه نمودیم، منظور شما گردانیدیم، به آخر میرسد. برایتان خانه آبادی را تمنا میکنیم. خیر.